سلام و عرض ادب. وقت همه عزیزان و همراهان به خیر و شادی. احمد رضا فتوت، دکترای روانشناسی صنعتی سازمانی و مشاور عالی دبیرکل حزب همت هستم و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، در سوال اول میتونید برای ما روانشناسی سیاسی رو به طور جامع اما مختصر توضیح بدید؟ بله. خدمت شما عرض کنم که ببینید، من اول یه تعریفی از روانشناسی خدمت دوستان عرض کنم که روانشناسی بررسی و مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده است. حالا تو هر فضایی که قرار میگیره و تحت تاثیر اون فضا خب نیازمند بررسی خاص و ویژه میشه و خب سالهاست که دیگه تقریبا علوم از اون حالت تک محوری و تک بعدی خودش بیرون اومده و ما می‌بینیم یک ترکیبی از علوم به وجود اومده و روانشناسی سیاسی هم مستثنا نیست و ما در روانشناسی سیاسی در اصل بررسی می‌کنیم رفتار آدم‌ها رو در جریان‌های سیاسی، در گروه‌های سیاسی، در احزاب و از این جهت میشه گفت که دانش روانشناسی سیاسی به عنوان یکی از گرایش‌های روانشناسی وجود داره که ترکیب و تلفیقی از سیاست و روانشناسی هستش. بسیار ممنون. خب این روانشناسی سیاسی در عرصه سیاسی و عملکرد سیاستمدارا چه نقشی رو میتونه ایفا کنه؟ خدمت شما عرض کنم، ببینید به طور کلی اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، ما در حوزه روانشناسی سیاسی اولا میایم منشأ گرایش‌های سیاسی مردم مورد بررسی قرار میدیم. از یه طرف تفکرات سیاسی مردم مورد بررسی و به هر حال مطالعه قرار میگیره و نحوه شکل گیری تفکرات سیاسی چی میشه که افراد میان در قالب یک حزب سیاسی، یک تفکر سیاسی، یک جریان سیاسی قرار میگیرن اصلا. و نکته دیگه این که اساساً شکل گیری انقلاب ها چجوری صورت میگیره. خیلی الان حوزه روانشناسی سیاسی خب داره کمک میکنه به خیلی از دولت مردا در دنیا و ازش داره استفاده میشه. یعنی همینطور که دولت مردا، افرادی که حالا تو حوزه سیاست دارن کار میکنن، در کنار خودشون مشاور و روانشناس دارن که در حوزه سیاسی کاملا به اونها خط میده. از زمانی که انتخابات میخوان ورود کنن به انتخابات دارن در کنار خودشون تا وقتی که وارد انتخابات میشن و بعدم جلو میرن. مشکل اصلی تو جامعه ما اینه که متاسفانه سیاستمدارای ما، اون چیزی که من خب نزدیک شاید بشه 15 سال دارم تو حوزه روانشناسی سیاسی کار میکنم و حالا بدون اینکه بخوام اسم شخصی رو بیارم در کنار بعضی از کاندیداهای داوطلبای مجلس بودم. تا خود انتخابات ریاست جمهوری در اتاق فکراشون مثلا بودم. ولی وقتی که انتخابات تموم میشه، شما میبینید وقتی که میان برای تبلیغات انتخاباتی، عموم داوطلبا حرفای خوبی میزنن، حرفایی که میتونه مخاطب رو جذب کنه از جنس روانشناسی. یعنی اینجا نشون میده که داوطلب انتخابات ما، چه مجلسی یا ریاست جمهوری، برداشت من، یعنی وقتی گفتمان این افراد رو میبینم که پشتش یا کنارش یک روانشناسی حتما وجود داره. خب خود منم پشت صحنه معمولا به صورت روانشناس سیاسی در کنار پروپاگاندای سیاسی، بله دیگه، اینا قرار دارن کمک میکنن. خب ولی متاسفانه وقتی اینا وارد حالا مجلس میشن یا وارد گود میشن، میبینیم که دیگه از ادبیات شما نمونه بارزش آقای روحانی، شما ببینید چقدر با اومدنش با اون ادبیاتش جذب کرد و قشر زیادی رو به سمت خودش آورد. یا مثلا شما آقای قالیباف میبینید. ولی اینا متاسفانه وقتی وارد گود میشن و وقتی از گذر میکنن از انتخابات و رأی میارن، دیگه روانشناسی سیاسی میذارن کنار، در حالی که از اونجا تازه شروع میشه. چون حیات عمر یک سیاستمدار وقتی که داره عمل میکنه و برای همینه که میبینی عمر مردان سیاسی تو جامعه ما بسیار کوتاهه. وقتی میخوان وارد بشن از روانشناسان سیاسی استفاده میکنن، بهره میبرن و که کار روانشناس سیاسی عرض کردم اینه که منشأ گرایش‌ها رو پیدا میکنه، کمک میکنه به داوطلبین حالا سیاستمدار، داوطلبین انتخابات که از چه ادبیات استفاده کنن، چجوری صحبت کنن، اصلا تبلیغاتشون چجوری بره، پوستراشون تم تبلیغاتش چجوری باشه. همه اینها پشتش قطعاً قریب اتفاق این دوستان از روانشناس استفاده میکنن. در واقع دکتر شما میگید سیاستمداران در داخل کشور برای اینکه طرفدار رو جذب خودشون کنن و پروپاگاندای سیاسیشون رو انجام بدن، از روانشناسی سیاسی پیروی میکنن، از روانشناسا استفاده میکنن، به عملکرد میخوان برسن. یعنی در
مکانی قرار میگیرن که باید عملکردشون رو به جامعه نشون میدن، این روانشناسی سیاسی رو میذارن. این در ایران این اتفاق میفته، در جاهای دیگه می اتفاق نه حالا من ببینید اگه بخوایم جاهای دیگه، کشورهای مترقی رو بعد نظر بگیریم اینجوری نیست. شما وقتی که تو جهان اول کشورهای، حالا جهان اول دوم دیگه نداریم، این کشور توسعه یافته در حال توسعه، خب کشور توسعه یافته شما وقتی یه رئیس جمهوری میاد در آمریکا، در اروپا، تا آخر کنارش یک روانشناس به عنوان روانشناس سیاسی که داره رفتار مردم رو بررسی میکنه و بر اساس مطالعه رفتار آدم‌ها به این فرد هینت میده. ولی تو جامعه ما این چنین نیست. من میگم شما فقط ملاحظه کنید ادبیات آقای روحانی رو موقع انتخابات و بعد از اینکه میاد وارد انتخابات میشه، یعنی یه بچه مدرسه‌ای میگه از من بعید این حرفو بیام پشت دوربین بزنم، یا آقای قالیباف همینطور. شما وقتی که میاد تو انتخابات یه حرف میزنه، وقتی که میاد تو صحنه عمل و اجرا قرار گرفته، شما این ادبیاتی به کار میبرن که اصلا یه بچه مدرسه‌ای اینا رو به کار نمیبره، میدونه. یعنی خود فرد، یه بچه محصل هم اینا رو میدونه که این درست نیست پای مثلا در جلوی دوربین در اذهان عمومی رفتار این چنینی داشته باشه. خب اینجا نشون میده که تعطیل شده دیگه، از روانشناسی دیگه استفاده نمیشه، بهره نبردن. پس این که الان کشور ما سیاستمدارهای خوبی در وجهی عمل کردی نداره به خاطر اینکه یکی از کنار چند اصل یک اصل روانشناسی سیاسی گذاشتن. که میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که وقتی من روانشناسی سیاسی کنار فرد هستم، اون فردی که داره کار میکنه، دارم رفتار مردم رو رصد میکنم. رفتار مردم بر اساس چی شکل میگیره؟ باورها. چرا مردم ما میبینید که یکی از کارهایی که تو حوزه روانشناسی سیاسی صورت میگیره این که جریان‌های سیاسی رو میریم بررسی میکنیم. چرا از تو دل احزاب ما گروه زدگی به وجود میاد؟ تا اینو بررسی کردیم. این حوزه فعالیت روانشناسی سیاسیه که باعث میشه گروه زدگی به وجود میاد، از دل یه حزب دیگه میاد، از دل اون حزب یه حزب دیگه به وجود میاد و قارچگونه ما میبینیم نزدیک چند تا حزب تو ایران داریم. تو کشور توسعه یافته 2 تا 3 تا حزب وجود داره و اینجاست که شما می‌بینید باور مردم از بین رفته. مجبور میشیم از دل یه گروه بیایم بیرون، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ یه حزب دیگه ایجاد کنیم که بتونیم حالا مردم بکشونیم دنبال اون حزب. با اون اولیه خیلی فرقی نمیکنه، یکیه. یعنی باورهای مردمه که در اثر تغییر میکنه و چون روانشناس نداریم کنارمون نمیتونه رفتارها رو رصد بکنه. ببین رفتارها تغییر کرده. رفتارها در اثر چی تغییر کرده؟ در اثر تغییر باورهای مردم، بی‌اعتمادی مردم. و در این موضوع باید تحولی شکل بگیره تا مردم با توجه به عملکرد درست مسئولان و در داشتن یک مشاور روانشناس سیاسی بتونن این تحول شکل بگیره و مردم به اونها اعتماد کنن. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم، سلامت باشین. حوزه فعالیت روانشناسی سیاسی کارش اینه که بتونه برای اون کاندیدا و در ادامه کار اعتماد سازی بکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم، موفق باشید.